سلام بچه‌ها، داوودم. نیما به پادکست بم 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 خوش اومدین. خب بچه‌ها، امروز تو اپیزود دوم اینجاییم که ببینیم چجوری عادت‌ها میتونن شخصیت ما رو شکل بدن و چجوری این شخصیت شکل دادن‌ها به نفع ما و به ضرر ما میتونن باشن. بریم با هم داشته باشیم. یه سوالی که پیش میاد اینه که ما همیشه یه عادت خوب داریم یه عادت بد. ولی چیز جالبی که به نظر من وجود داره اینه که تکرار عادت‌های بد خیلی راحته، ولی وقتی می‌خوای یه عادت خیلی خوب و یه عادت مثبت رو شکل بدی برات خیلی سخته و اون رو به وجود آوردنش مشکل داره. خب دلیلش چیه؟ چرا اینجوریه؟ ببین، برای خود منم خیلی اتفاق افتاده. خیلی راحت عادتایی که بدن رو تکرار میکنم در روز، ولی میخوام مثلا یه تصمیم بگیرم یه عادت جدید رو شروع بکنم، خیلی برای من سخته. خب این چند تا عامل داره و به این دلایل سخته که یکی این که ما میخوایم یه عادت بد رو تغییر بدیم، یه چیزی که تو ما وجود داشته و خیلی اوقات تکرارش کردیم در طول حالا زندگیمون و برای ما یه عادت بد شکل گرفته کاملا، برای همین یکیش سخته. دو، اینکه ما از طریق اشتباهی و از روش اشتباهی می‌خوایم این عادت رو تغییر بدیم، که من الان می‌خوام راجع به همین صحبت بکنم که اصلا ما لایه‌های رفتاریمون به چه شکله و چجوری میتونیم یه واقعا به روش درستی یه عادتمون رو تغییر بدیم. خب و حالا این لایه‌های رفتاری رو می‌خوام توضیح بدم که اصلا خیلی جالبه بدونیم راجع بهش صحبت بکنیم. اینکه یه لایه رفتاری داریم به اسم outcome change، یعنی تغییر نتیجه، تغییر آوتکام ما، که مثلا آقا من میخوام برسم به یه بدن خوب، میخوام نمیدونم پروموت بشم توی جابم یا هر حالا شغلی که دارم، یا میخوام سالریمو افزایش بدم، یا حالا هر چیزی. اینا میشه اون کی پوینتی که تو میخوای بهش برسی و هدفی که داری. این میشه outcome change یا تغییر توی نتیجه‌ای که داری. بعدی لایه بعدی میشه تغییر در پروسه، یعنی process change. خب که تو میخوای اون پروسه رسیدن به اون هدف رو تغییر بدی. مثلا میخوام آقا من قهرمان فلان رشته بشم. خب من باید براش چه پارامترهایی داره که من انجام بدم که به اون نتیجه برسم. این میشه دی تاسکی که ریزالت، اون روتینی که برای خودت میسازی. دقیقاً. و آخرین لایه و درونی ترین لایه که ما باید تغییرش بدیم و توی این اپیزود قرار بیشتر راجع به صحبت بکنیم، تغییر در هویت یا همون شخصیت و پرسونالیتی ما. خب که این لایه خیلی درونیه که ما خیلی بیشتر به خودمون برمیگردیم که واقعاً چه باورهایی داریم، چه چیزهایی رو میخوایم واقعاً از درون تغییر بدیم، چه بلیف ها و اعتقادایی داریم که در طول زمان به خاطر اینکه تغییر دادن آیدنتیتی و هویت خیلی سخته و به مرور زمان شکل میگیره. خب مثالش هم مثلا پدر مادرامونه. دیدی مثلا ما یا مادر بزرگ پدر بزرگا دیدی که خیلی اعتقاد دارن، خیلی مذهبی ان یا حالا هر چیزی، به خاطر اینکه این باور در طول کلی زمانی که زندگی کردن، این باور مذهبی بودن یا اعتقاد داشتن، حالا هر اعتقادی خودشون داشتن، خیلی توشون جا افتاده و تغییر اون خیلی براشون سخت. حالا ما میخوایم همین رو دقیقاً اپلای بکنیم توی زندگی خودمون، ببینیم آقا من میخوام به یک نقطه‌ای برسم، چجوری میتونم از درون واقعا خودم رو تغییر بدم تا بتونم به اون چیزی که اون هدفی که دارم برسم. و قراره تو این اپیزود راجعش بیشتر صحبت بکنیم. خب بچه‌ها، راجع به تغییرات رفتاری صحبت کردیم، لایه‌های رفتاری که ما داریم و چجوری میتونیم تغییرشون بدیم. راجع به آوتکام یا نتیجه، پروسس یا همون پروسه، و آیدنتیتی همون هویت صحبت کردیم که هر کدوم به چه شکلی هستن و چه مثالایی دارن. حالا اگر ما بخوایم یه عادتی رو شکل بدیم بر اساس اینکه بخوایم بر اساس اون نتیجه بخوایم یه عادتی شکل بدیم و در مقایسه با اینکه بخوایم بر اساس تغییر در هویت بخوایم یه عادتی رو شکل بدیم، این به چه صورت خواهد شد؟ مثلا یعنی تو در واقع داری به ما میگی که ما دو مدل تغییر در عادت داریم، یکیش بیرونی به درونیه و درونی به بیرونیه. ولی کدومش الان بهتره؟ چه فرقی داره؟ حالا من با یه مثال مثلا میگم که خیلی راحت‌تر میشه. مثلا جالبی هم هست. مثلا دو تا فردی که تصمیم مثلا ترک سیگار میگیرن، خب ازشون میپرسن که آقا مثلا سیگار بهشون تعارف میکنه، به اولی سیگار تعارف میکنه، میگه که نه ممنونم، من تو ترکم. خب حالا مثال دوم چیه؟ یکی دیگه ای که دقیقاً همین چیز رو داشته، همین اکسپریانس رو داشته، میگن که سیگار تعارف میکنن، طرف میگه که نه من سیگاری نیستم. خب در صورتی که هر دو تا دیروز داشتن سیگار میکشیدن و سیگاری بودن. اون یکی تغییر در آیدنتیتی و هویتش ایجاد کرده که I'm not a smoker anymore، که من دیگه سیگار نمیکشم، و اون طرف مقابلش هنوز بر این باوره که من تا دیروز سیگاری بودم و میگه چی؟ میگه که نه ممنونم، من ترک کردم. خب یعنی هنوز این باور گوشه ذهنش داره که من یه آدم سیگاری ام، ولی طرف دوم کاملا این رو تغییر داده.
این میشه تغییر در هویت، اون یکی میشه تغییر در آوتکام. خب یا همون نتیجه‌ای که تو میخوای بهش برسی. هر دو نتیجه‌هاشون یکیه خب، ولی این خودش رو یک آدم دیگه تصور کرده و یه چیز جدیدی میخواد بسازه و اون یکی میخواد فقط به اون نتیجه برسه. خیلی پوینت جالبی رسوندی، چون که من الان دارم بهش فکر میکنم و دقیقاً این مشکل من خودم داشتم. یعنی مثلا فکر میکنی که آقا تغییر وقتی میگه من سیگاری نیستم، شاید هنوزم سیگار بکشه، ولی میگه من سیگاری نیستم دیگه خودش رو تو کاتگوری آدمای سیگاری نمیبینه، یعنی نمیگنجونه. دیر یا زود به اون نقطه میرسه که دیگه سیگاری نیست، در صورتی که داره هنوزم سیگاری میکشه، من سیگاری نیستم. ولی کسی که میگه، چون دقیقاً من همینم، من میگفتم میخوام سیگارمو کم کنم، کمتر بکشم، خب بعد میگفتم چه لوپ بزرگی برای خودم ایجاد میکردم. میگفتم که اوکی دیدی چه زمانی میکشم، موقع مشروب میکشم. خیلی حالا برای همه شاید میشه میخواد ترک کنم، میگم من موقع مشروب میکشم. خب تو داری آلردی ذهنت و باورتو به یه دریچه‌ای باز میذاری که تو این پوینت همیشه گارانتی که من سیگار میکشم، پس تو آلردی به نظر من با سیگاری میشی. خب و خیلی جالبه، با یه چیز الان بحث جالبتری پیش میاد. ببین این طرف ساینس خونده، جیمز کلیر که داره اینو میگه، ولی تو وقتی بخوای این بیهیویر رو، این رفتار رو توی جامعه پرکتیس کنی، انجام بدی، مثلا تو فکر کن داری سیگار میکشی ولی تصمیم اینو گرفتی که سیگار نکشی. خب بعد مثلا با دوستات نشستی، چی میشه؟ میام سیگار تعارف میکنم، میگی من سیگاری نیستم، میگی تو که 2 دقیقه پیش سیگاری میکشیدم. بعد به تو چی میگن؟ میگن تو متوهمی، توهم میزنی یا مسخرت میکنن. ولی تو داری کار درست رو انجام میدی، تو داری، چون تغییر درونی و تغییر درونی معمولا آشکار نیست، نمیبینیش تا اینکه به اون نتیجه برسه. ولی وقتی مثلا چه بدونم بهش میگی، به بقیه بگی که من دارم سیگار ترک میکنم، میگه حالا بیا بکش، حالا بیا، هنوز خودت هم اونا قرار میذارن، آره هنوز جاده، یعنی هنوز بقیه به تعارف میکنن فلان میکنن، ولی وقتی میگه نه من سیگاری نیستم، یعنی من اصلا نمیکشم، یعنی من در هیچ صورتی نمیکشم. خب و این باعث میشه که تو دیگه دریچه‌ها رو همه رو میبندی، همه اون چیزای نگاتیو رو روی خودت میبندی که کسی هم حتی نیاد سمت و دیر و زود به اون نقطه هم خواهی رسید اگر در حال حاضر تو اون نقطه نیستی. یعنی مثلا داری اینو میگی، ولی نتیجت میخوای به اون برسی، ولی از روش متفاوتی. ما داریم راجع به این صحبت میکنیم که ما چه جوری روش بهتری رو انتخاب کنیم، چون اول اپیزود گفتیم که ما میخوایم چرا اینقدر راحت تکرار عادتهای بد، خب و چرا اینقدر سختی عادت خوب ساختن. خب و همین رو میخوایم بگیم که ما چرا با چه روش خوبی میتونیم این کارو انجام بدیم. خب روش خوبه روشیه که ما آیدنتیتی یا پرسونالیتیمون رو شبیه به یه آدمی که اسموک نمیکنه بکنیم، شبیه به یه آدمی که مثلا فرد ثروتمندیه یا زندگی یا ریلیشنشیپ خوبی داره بکنیم. خب مثلا تو میخوای آدم کتابخونی بشی، خب گل یا هدفت این نیست که کتاب بخونی، گل یا هدفت اینه که تبدیل به یه آدم کتابخون بشی. گل یا هدفت مثلا این نیست که تو فقط ساز بزنی، هدفت اینه که موزیسین بشی. خب اینه که تغییر ایجاد میکنه. چون وقتی که تو مثلا اگه بخوای یه کتابو بخونی، بگی من میخوام کتابو تمام کنم، داری آوتکامو میبینی دیگه. خب یا 300 صفحه مثلا میای یه شب که اصلا داستانو مثلا به خود میگه خب من این کتابو رو مثلا شب 5 صفحه بخونم، تو 30 روز تمام میشه، تو 45 روز تمام میشه. خب یکی دو شب زندگی دیگه بالا پایین داره، یه شب دیر میخونی، شب سر کاری نیستی، یه شب با خانواده نمیخونی، بعد یه شب بعد روز بعد 10 تا بخونی، 15 تا بخونی، که اصلا یه چیزی میاد اصلا ایگنور میکنی اون داستانو کلا. ولی اگه تو آیدنتیتی این باشه که من میخوام آدم لیدری باشم، خب دیگه فوکست روی نیستش که اون کتابا رو من تمام کنم، میاد میشه که آقا من میخوام کتاب بخونم، امشب نشد فردا شب میخونم، فردا شب نشد پس اون فردا. بعد میبینی تو یه هفته اول دو شب تو هفته کتاب خوندی، هفته دوم اومدی 3 شب خوندی، ولی داری تبدیل میشی، داری اون مسیر به مرور زمان خودت رو هی چیز نمی‌کنی، چون داری آیدنتیتی میای یعنی کتاب خونی. و حالا میدونی نکته چیه؟ اینه که وقتی تو میخوای تبدیل به یه چیزی بشی، با همین اسمال وینز ها یا همین برد های کوچولو کوچولو، نتیجه های کوچولو کوچولو خودت رو میرسونی به اون نتیجه آخریه. خب مثلا با اینا پروف میکنی، مثلا تو هر دفعه که میری باشگاه داری این رو ثابت میکنی که من یه آدم ورزشکارم. و هر چقدر این ثابت کردن ها، این پروف داشتن ها، این سند داشتن ها بیشتر بهت کمک میکنه که هم خودت و هم بقیه به این باور برسن که او فلانی آدم ورزشکاره، ناکن هر روز استوری باشگاه میذاره، ناکن یا مثلا فلانی کتابخونه هر روز استوری کتاب میذاره یا هر روز خودش کتاب میخونه. و تو هر استپی که برمیداری، هر قدمی که به سمت اون برمیداری، داری خودت رو اثبات میکنی، هم به خودت یا حالا هم به بقیه. شخصیتت داری مدرک جمع میکنی که من میخوام یه همچین فردی بشم. مثلا راجع به ساکسس اگر بخوایم صحبت کنیم یا موفقیت، من میخوام یه آدم موفقی بشم. خب من پس باید در این راستا هر کتابی که میخونم یا حالا همون پرسونالیتی یا روتین درست کردن ورزش و سلامت و غذای خوب و کتاب خوندن و با آدمای
دیگه کامیونیکیت کردن و معاشرت کردن، همه اینا میشه جزئی از این پروسس و هر کدومی که من انجام میدم دارم نزدیکتر میشم به اون آدم موفقی که تو ذهن خودمه در آینده قراره بهش برسم. خب و این خیلی خوبه که تصور کنیم که ما واقعا چی می‌خوایم برسیم بهش، واقعا به چه درجه‌ای می‌خوایم برسیم و حالا چه راهکارهایی داره و هی خودمون رو به خودمون ثابت کنیم. هی خودمون رو به خودمون ثابت کنیم. اینجاست که تو میرسی دیگه تو مسیرش قرار میگیری. این فکر می‌کنم باعث میشه که اون باوره که داری، اون بیلیف هم که داری، هی بیشتر رشد پیدا کنه تو اون زمینه که تو می‌خوای بهش برسی. دقیقاً. یعنی من اگه دارم میرم چه بدونم ورزش می‌کنم، ببین مثلا میگم خب واقعا بعد هیچ کسی خوبه هیچ کسی نمیخوایم بگیم، مثلا میگم اگه من مسلمونم، خب باورم اینه که اسلام داره اینو میگه، خب بعد به ازاش چیکار میکنم که خودمو بیش آدم مسلمونی میبینم؟ نماز میخونم، غسل میکنم. هر کدومش یه دونه اینا دیگه. یه پروفای کوچیکی، یه سند و مدرکی که اگه مثلا مسیحی باشم کلیسا میرم، بایبل میخونم، فلان میخونم، اینو میخونم. اینا پروفای کوچیکی داره به من نشون میده که من دارم اینو میشم، این داره آیدنتیتی هویتمو تشخیص میده. حالا تو زمینه‌ای که میخوای به حساس میکنم، هر کسی اگه ورزشکاری، اگه میخوای تو بیزنس موفق باشی، میخوای تو ریلیشنشیپ موفق باشی، باید این سند و مدرک‌ها و این تغییرات درونی و هویتی خودت رو انقدر زیاد کنی و درست کنی و اول باید اینو درست کنی، نه به اون چیزی که از درون هستش، یعنی نتیجه نهایی نه، این استپای کوچیک و این سند و مدرکایی که برات جمع می‌کنی و این باعث میشه که به اون نقطه برسی. پس چی شد؟ این که آقا ما دو تا حالت داریم، دو تا استپ و قدم باید برداریم که بخوایم هویت خودمون رو تغییر بدیم یا بخوایم پرسونالیتیمون رو از اول، یعنی یه چیزی اون چیزی که می‌خوایم رو درست بکنیم. یکی این که تصمیم بگیریم چی می‌خوایم بشیم، چی کار می‌خوایم بکنیم، خب و دو اینکه پروف کنیم هر دفعه تو همون مسیر بر خودمون یه سری سند و مدرک جمع کنیم. هر چی سند بیشتر تو به اون چیزی که می‌خوای نزدیک‌تر میشی. درسته. خب بچه‌ها راجع به هابیت‌ها صحبت کردیم، راجع به عادت‌هایی که چجوری تغییر بدیم و چه لایه‌های رفتاری داریم، همشون رو کاور کردیم. حالا می‌خوایم ببینیم که واقعا یه هابیت چجوریه، یعنی ریز ریز بشیم توی یه هابیت، ببینیم مثلا چجوری تشکیل دادن یه هابیت خوب مثلا چه شکلی خواهد بود. بریم داشته باشیم. خب من یه مثال خیلی جالب دارم از یک دانشمندی که اومدی آزمایشی رو با یک سری گربه انجام داد. اونش 10 تا گربه رو آورد و از یه قفسی استفاده کرد و این قفسه حالت اینجوری بود که یه مارپیچی داشت و در ازای حل کردن یه سری پازل‌های کوچیک و یه سری کارا کردن، اون گربه‌ها میتونستن که در نهایت از اون قفسه بیان بیرون و غذا بگیرن. و خیلی جالبه مقدار تایمی که این گربه‌ها طول می‌کشید تا قفس بیان بیرون و اون دانشمند داشت ثبت می‌کرد و مثلا هر گربه یه هولوش 5 بار تا 10 بار گذاشت و جالبیش اتفاقی که افتاد این بود که گربه‌ها تو دفعات اول 70 ثانیه، 60 ثانیه، 65 ثانیه، 50 ثانیه، دوباره 65 ثانیه اینا طول می‌کشید که اون پازل رو حل کنن تا از اون قفسه بیان بیرون غذا رو بگیرن. دوباره گربه رو مینداختن تو، بعد از یه مدتی بین به تو چند تا گربه دوباره اون گربه رو مینداختن تو و میدید دوباره مثلا یه مثبت منفی 5 ثانیه 10 ثانیه به همون تایم میومد پایین. بعد از 4 5 بار این عددا به صورت خیلی شدیدی دراپ شدن، کاهش پیدا کرد. مثلا گربه اولی که با 65 ثانیه اینا شروع کرده بود رسیده بود به 7 8 ثانیه و توی 10 بار آخر میانگین همه اینا رسیده بود به 2.5 ثانیه. خب و براش خیلی جالب بود که چجوریه که این گربه تونسته بود خب من وقتی توی هچلی میافتم با استفاده از یه سری کارهای کوچیک میتونم به یه ریواردی برسم، به یه نتیجه برسم که غذا خوردنه. حالا برمیگردیم به عادت‌ها که راجع بهش صحبت کردیم. ببین ما تو زندگیمون خب توی لایفمون اینجوریه که همیشه یه سری شرایط مختلفی به وجود میاد. خب همیشه یه مشکلاتی، یه موضوعاتی به وجود میاد، همیشه لایف استایلی برامون یه چیزی رو رقم میزنه و نسبت به اون لایف استایل ما یک سری اکشن رو بعدش میسازیم. خب که اگه اون اکشن‌ها پیوسته به هم تکرار بشه اون عادت شکل میگیره. ببین من یه مثال اینجا دارم خیلی باحال. اصلا عادت شکل گرفتن عادت‌های ما از تکرار یه چیزیه که تبدیل میشه به یه کار اتوماتیک. دیگه تو اتوماتیک وار اون کارو انجام میدی. و حالا اگه خوب باشه میبرد به سمت خوب، اگر بد باشه میبرد به سمت بد. مثلا دقت کردی آقا مثلا تو میخوای رانندگی رو شروع بکنی، خب اول مثلا کلاج حواست هست کجاه، در رو عوض کنی، کلاج همزمان بگیری، ماشین خاموش نکنه، فلان نکنه، خب آروم آروم. ولی بعد مثلا الان رو فرض کن الان تو بشین تو ماشین دیگه به کلاج نگاه میکنی، دیگه سری میزنی تا رانندگی میکنی، درسته؟ این بعد اتوماتیک شده و این باعث چی میشه؟ باعث میشه که دیگه انرژی ازت مصرف نمیکنه. یعنی تو داری یه کاری که قبلا برات خیلی سخت داره خیلی اتوماتیک وار الان انجام میدی بدون اینکه هیچ انرژی ازت مصرف کنه. و حالا چه خوبه که تو هی این هابیتا رو هی به هم دیگه اضافه بکنی و تو کارهای زیادتر و مثبت‌تری داری انجام میدی بدون اینکه انرژی ازت مصرف کنه. یعنی دو تا چیزی که حس می‌کنم بهت این داستان اضافه می‌کنه، یکی آزادی زمان و آزادی انرژی. یعنی تو وقتی که می‌خوای یه سری کارهای خوب، ببین یه چیزی که هست اینه که تو وقتی که به یه سیچویشن، به یه موقعیتی تو زندگی برمی‌خوری که می‌خوای یه هابیت خوبی به وجود بیاری مثل کتاب خوندن، شاید
اوایلش زمان بگیره ازت، مهم. تایم بگیره، انرژی بگیره، ولی به مرور زمان یه عادت عادی بشه دیگه، نه برات اونقدر انرژی میگیره نه زمان میگیره. و دقیقاً این باعث میشه که تو و همین آدما، یعنی اوریج آدما تو این زمینه‌ها شکست می‌خورن. یعنی آره. ولی من میخوام حالا بیام عادت رو باز کنم که آقا حالا من چجوری عادتم شکل میگیره، چجوری عادت رو درست کنم، منشأش چیه. خب ببین، شکل گرفتن عادت تو این کتاب اتمیک هابیتس اومده با 4 تا چیز بنیادی بیان شده. Cue, craving, response و reward. یه ذره براش ترجمهش برای من سخت بود به فارسی، منم اصلا خیلی ترجمه سختی داشت، ولی میام اینو با یه مثال میگم که ببینیم به چه صورته. ببین مثال، من هممون توی فروشگاه، توی مال یا توی خیلی از جاها داریم راه میریم و ممکنه داریم از بغل یه جایی رد میشیم میبینیم بوی پیتزا میاد، بعد تو ناخودآگاه دلت هوس پیتزا میکنه. خب این میشه اون کیو ما، درسته؟ ببین اون بویی که الان تو داری راه میری تو مال، یه آدم عادی داری میری خرید کنی، اصلا به هدف خرید پیتزا هم نمیری، خب میداری تو مال راه میری، بوی پیتزا میخوره تو دماغت. خب به این فکر میافتی اوه دلم پیتزا خواست. پس این کیو یا میل جرقه شکل گرفت، جرقه اون بوه اومد و تو حواس پیتزا کرد، جرقه براش شکل گرفته. و یه ذره میری جلوتر میبینی نه این بوه دیگه میگه من دلم میخواد دیگه. بعد میری اوکی خب حالا میری پیتزا خوریم، بوی پیتزا از کجا داره میاد، کدوم پیتزا استوره، کدوم مغازه پیتزا، میری به سمتش. خب داری میل تو براش اکشن برمی‌داری، قدم برمی‌داری که بری به سمتش. بعد خب دو حالا دیگه از اینکه نخوای پیتزا بخری اومدی داری دنبال پیتزا میخری و ریسپانس اینه که داری جواب اون بوه رو میدی، داری میری دنبال پیتزا میخری که داشتی رو میری پیتزا میخری. آره خرید رفتی جلو و پیتزا رو پیدا کردی، پیتزا استور پیدا کردی، پیتزا رو خریدی و بعدش پیتزا رو میخوری، نتیجه اون اتفاق میفته. خب حالا جالبش اینه این داستان این کیو کریوینگ و کیو کریوینگ ریسپانس و ریوارد رو من توضیح دادم. حالا میخوام اینو برگردم تو هابیت‌های روزانه، یه مثالی اونجا بزنم که ببینیم چه صورته. ببین مثلا میگم من یه زمانی که مدرسه که میومدم خونه عاشق این بودم که بشینم PS4 بازی کنم. خب خیلی حال فیفا بازی می‌کردم، یعنی خیلی خفن بود. خب بعد دیدم یه مدتی دیدم همیشه من دارم ساعت مثلا 3 بعد از ظهر دیگه PS4 میزنم. خب چی بود، من یک بار خسته اومده بودم مدرسه، دیدم که اوکی PS4 اونجا، شروع کردم PS4 بازی کردن. بعد دیدم داره حال میدم، یعنی اولین کیوی که بعد روزای بعد چی میشد، تا درو باز می‌کردم اتفاقی که میافتاد یه جای خونه دسته پلی استیشن رو می‌دیدم، اون کیو اتفاق میافتاد. خب میرفتم قدم برمی داشتم که وسایلمو در می‌آوردم، کیفمو در می‌آوردم، شروع می‌کردم چیکار کردم، حالا به اون میل و اشتیاقی که برام به وجود اومده بود جواب میدادم، میرفتم دستام می‌کردم بازی می‌کردم و حس می‌کردم خستگی دارم. من چجوری از این متوجه شدم، اینکه آقا وقتی تو از در میای تو دسته PS4 رو می‌بینی این میشه کیو تو. خب بعد از اون کیو ناخودآگاه تمایل پیدا می‌کنی به اینکه بازی کنی. خب میری بازی می‌کنی، پس اون میشه کریوینگ، تمایل میشه کریوینگ. خب بعد میری به سمت اینکه به اون تمایلی که داشتی یه ریسپاندی نشون بدی. خب من دوست دارم بازی کنم، الان میرم بازی میکنم، بعد دستم روشن کنم که خب بازی میکنم و ریواردش هم میشه ساتیسفای کردن خودم و راضی شدن خودم از اون تمایلی که داشتم. و اینه پس این سایکل هابیت لوپه که اتفاق میفته به این شکله. پس همه هابیتای ما تقریبا همین شکلی ریز میشه. دقیقاً. حالا چه عادت خوب چه عادت بد. خب حالا چیزی که من فکر میکنم درسته بخوایم بهش نگاه کنیم، تو هر موقع الان داستان پشت این که یه عادت داره به وجود میاد میبینی. خب برای اینکه بخوای یه عادت خوب نگه داری، خب باید این داستان کیو کریوینگ ریسپانس ریوارد رو برای خودت آسون کنی، ساده کنی. خب اینجاشه که مهمه. خب آره دقیقاً این خیلی مهمه. مثلا میگم تو اگه دوست داری کتاب خون بشی، خب چیکار میکنی؟ کتابو یه جایی میذاری که همیشه ببینی. خب یعنی تو داستان باشه. مثلا چه بدونم تو قفسات از قفسه در میذاری رو میزه میبینی بیشتر به چشت بخوره تو کتاب چیز. مثلا من اگه می‌خواستم PS4 خب میدم زمان زیاد، نمیگم PS4 بازی کردم بده، چیز بدی نیست، ولی اگه هر روز به پرسونال لایف من، به گل زندگی من بخواد کمکی نکنه، خب داره یه ذره دیسترکشن دیگه برای من از مسیرام دور میکنه. بخوام قطعش کنم باید سخت‌ترش کنم. PS4 هم هر وقت بازی کنم میذارم تو کمد، دیگه خسته میام حالا ندارم درش کنم. من دقیقاً یه مثلا دارم زمانی که یادم ایران بودم درسا سنگین بود و اینا، میگفتم چیکار کنم، من همش سر گوشی میرم و این داستانا، رفتم این گوشیه رو گفتم یه جای تو یه کمد اون ته میذاشتم، مثلا قفلش می‌کردم و مثلا کلیدش رو مثلا میذاشتم یه ور دیگه که حال نداشته باشم دیگه برم ورش دارم و چیزش کنم، هی کنار دستم بود یه دیلینگ میزد سری برداشته بودم، مثلا رفته بودم اینستا هم که پست بعدی رو بزنی دیگه رفتی تا یک ساعت یهو میمونی توی و هم میذاشتنش اون ور. این مثلا اومد تو ذهنم. پس یعنی اینکه دیگه از اینجایی که واضحه بذاری یه جای دیگه که نخوای اصلا کیو تو ذهنت شکل نگیره. آفرین، کیو رو قطع بشه. باز اگه این کیو به وجود بیاد استپ بعدیشو قطع کنی، هی نذاری یه جای این داستانو قطع کنی، نذاری توی لوپ بیفتی و هی تکرارش. حالا خوبش هم میشه انجام داد دیگه. مثلا من یادمه
من مثلا خوبش بگم چیکار کردم. بگو. ما یه زمانی با داوود زندگی می‌کردیم شانسا. ما یه زمانی با داوود زندگی می‌کردیم توی خونه. بعد میرفتیم خرید مشترک انجام میدیم اگه باشه. بعد بچه‌ها مثلا ما میوه می‌خریدیم، دانشجو بودیم، میوه رو اصلا نمی‌خورد، ولی سلطان همه گوشت و مرغا رو هوا می‌زد. غذای آماده گوشت و مرغا رو می‌زد. من قشنگ یادمه، خدا شاهده. اینجوری اومدم چیز کردم. ببین من کتاب خوندم بعدم فهمیدم. ببین اگه یادت باشه میوه‌ها رو می‌ذاشتم طبقه اول، مرغ گوشت رو می‌ذاشتم آخر کشو. بعد واقعا تا آخر هفته مثلا میمون مرغ گوشت، مثلا برنج ظرف پرس مرغ میمون، نمیرفتم بردارن. حالا میوه باز اونقدر دست نمیخورد. داوود میومد باز میگم میوه چی نیستی، داوود رو میبست، بازم نمیخورد، ولی حداقل مرغ رو میخورد. ولی نه تاثیر داره خدایی. من خونم الان مثلا دفعه قبلی به دینا گفتم که دینا خواهرمه، بهش گفتم که این میوه‌ای که گرفتم و برام اگه قاچ کنی بذاری توی این ظرف من میخورم. بعد اون کارو کردیم خوردم. هفته بعدش گذشت، مثلا درست نکرده بودیم، گذاشته بودیم همونجوری مونده بود، در واسه همشون پوسیده پلاسیده، دیدم اصلا نخوردمشون. میدونی برای خود وقتی راحت میکنی دیگه خیلی میدونی همون رو برمی‌داری سری میری میخوری دیگه. میدونی و این الان تو یه عادت خوبی به وجود اومده که میوه خوردن رو بخاطر راه انداختی. میوه همیشه کنار دست تو بوده، میوه رو همیشه می‌خریدی، ولی الان یه جوری ستش کردی، یه جوری ستاپش کردی که تونستی ازش خوب بگیری. و این روند تشکیل اون عادت هاست که شکل میگیره و الان من فکر می‌کنم یه تصویر خیلی بهتری داریم که چجوری میتونیم به نفع خودمون استفاده کنیم تا اینکه به ضرر خودمون استفاده کنیم. نه خیلی باحال. و صحبت دیگه میمونه نه دیگه خیلی چیزای باحالی تو این یکی اپیزود صحبت کردیم راجع بهش. من خودم برای خودم واقعا دوباره ریویو شد، دوباره اینکه چه چیزایی رو باید تغییر بدم، چه چیزایی باید درست کنم، شخصیتی، باور، اینا اینا خیلی باحال بود. امیدوارم که شما هم خوشتون اومده باشه. اینم اپیزود دوم بمبو پادکست. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و اینکه ما رو حتما حمایت کنین. شما هم نظراتتون رو حتما بگین. اگه واقعا عادتی رو درونی تغییر دادین، اصلا بهش فکر کردین واقعا عمیقاً و همچین اتفاقایی براتون افتاده و تغییری دادین تو زندگیتون، حتما بگین که رفقای دیگه هم ازش استفاده کنن. اینکه نکته داری؟ نه خیلی خوب شد که امروز در کنار هم بودیم. بریم یه سری برام خفن پر انرژی برخواهیم گشت. ما رو حمایت کنین. بدرود دیگر. بدرود.